روزگاری بود در دور کهن زندگی میکرد در آن پیرزن. پیرزن یک شب خدا را دید به خواب، کرد سؤالی، از خدا بگرفت جواب. گفت خدا را بی کس و تنها منم، از برای دیدنت شیدا منم. آرزو دارم شوی مهمان من، پاره نان خوری از خوان من. لحظه خواهم که همرازم شوی، در دمی تنهایی دمسازم شوی. شد پذیرا دعوتی او را خدا، گفت فردا آیم من پیش شما. پیرزن بیدار شد آن دم ز خواب، جارو زد او خانه‌اش را با شتاب. پیرزن بر سوی بازار شد روان، کرد خرید مغز و مویز و شهدمان. خوردنی های لذیذ او بپخت، چشم براهی آمدی مهمان شد. بعد چند تق در را شنید، پیرزن شادان به سوی در رفت. پیرزن رفت باز کرد در با شتاب، دید مردی است گدا، کردش خطاب. داد زد بر آن گدا از در براند، بس درش را و خودش تنها براند. باز نو از پشت در آمد صدا، پیرزن با خود بگفت آمد خدا. با شتاب رفت و درش را کرد باز، کودکی را دید با دست نیاز. کودکی بیچاره لرزان از خنک، در تنش پیراهنی داشت و تنک. گرم شدن میخواست کودک آن زمان، آرزو میپرورید در دل نهان. پیرزن اما به کودک داد، راند از در بر سرش فریاد زد. راند کودک را و دری خانه ببست، منتظر در خانهش تنها نشست. روز بگذشت و غروب کرد آفتاب، پرتو افشان در هوا شد ماهتاب. ناامید شد پیرزن نامد خدا، ناگهان از پشت در آمد صدا. پیرزن رفت با شتاب چشمش برا، دید زنی با کودکان با آه و باه. آن زنی بیچاره گفت میشو ملو، ده به من چند درهمی گردار پول. من برم بر کودکان خود غذا، تا خدا از همتت گردد رضا. پیرزن زین ماجرا شد در غضب، با سخنهای قبیح بگشاد لب. گفت برو این دم ز پیش خانم، حیف دانم من به تو کاشانم. وقتی خواب شد گشته ناامید پیرزن، که چرا نامد چرا مهمانی من. خواب رفت آشفته حال و خسته جان، دید به خوابش باز خدا را ناگهان. پیرزن پرسید به خوابش از خدا، که کجا شد وعده های تو کجا؟ گفتی مهمانی آیی خانم، پر ز فیضت میکنی کاشانم. گفت خدا بر پیرزن ای بی خبر، گفت خدا بر پیرزن ای بی خبر. گفت خدا بر پیرزن